اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز چهارشنبه. ملا عبدالغنی برادر اخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء با مارتین گریفز معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در ارگ دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند گفت که با روی کار آمدن امارت اسلامی علاوه بر رفع کشت مواد مخدر و فساد اداری در بسیاری از عرصه‌های انکشافی نیز پیشرفت و میان آمده است. امارت اسلامی افغانستان پاره کردن و بی‌حرمتی به نسخه قرآن کریم توسط یک سیاستمدار متعصب در شهر هاکی هالند را با شدیدترین الفاظ تقبیح می کند. الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله با مارتین گریفز معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه و هیئت همراهش دیدار کرد. در ولایت پکتیکا، زابل، پکتیا و خوست هزاران تن از جوانان و محاسن سفیدان تظاهرات گسترده نمودند. توهین و بی‌حرمتی به قرآن عظیم الشان را با شدیدترین الفاظ تقبیح نمودند. شرکت دولتی افغان پست میگوید با شرکت مور افغانستان قرارداد همکاری امضا کرده است که بر اساس آن تسهیلات لازم را در زمینه پرداخت صرفیه برق به شهروندان مساعد خواهد کرد. وزارت فواید عامه میگوید امروز در سالنگ‌ها هوا آفتابی است. موترهای باربری میتواند از جنوب به شمال و موترهای مسافربری با بستن چین به هر دو جهت حرکت کرده میتوانند. اداره ملی احصایه و معلومات میگوید از آغاز توزیع تذکره الکترونیکی تا اکنون به 9 میلیون و 160 هزار نفر تذکره الکترونیکی توزیع کرده است. معین مالی و اداری وزارت صحت عامه با معاون سرمنشی سازمان ملل متحد دیدار کرد. در این دیدار در خصوص ادامه کمک‌های اضطراری سازمان ملل متحد، هماهنگی بیشتر و همکاری سازمان‌های بین‌المللی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. اعضای مسلکی ریاست عمومی تفتیش قضایی از محاکم و زندان مرکزی ولایت ننگرهار دیدن نمودند.